برادرای عزیز، وقتی که یک مشکل بین ما پیش میشه یا در مکتب یا در جامعه، در صنف، در هر قسمت زندگی ما باید تاثیر با حرف زدن با خوبی باید تاثیر ما حل کنیم، نه به جنگ، به خشونت. باید همیشه وقت به راحتی، به فکر آرام، با حرف زدن این مشکل ما حل کنیم. فقط راه چاره خشونت نمی باشه. باید همیشه با نرمی، با سال، هیچ وقت نباید جنگ کنیم ما در بین خود و ایره باید از جامعه هم بفهمه، در مکتب هم باید از همگی بفهمه، این لازمی است. بله، من گپ شما را تایید میکنم. شما واقعا حقیقت گفتین و بعضی از برادرای دیگه ما هستن که قوم پرستی میکنن. یکی میگه من تاجیک هستم، دیگه میگه من ازبک هستم، دیگه میگه من هزار هستم، دیگه میگه من پشتون هستم. این باید بین ما نباشه. ما همه یک مشت هستیم، یک افغان هستیم. ما نباید بگیم که ما پشتون هستم یا تاجیک هستم، ما باید بگیم ما افغان هستیم و هم دوستی داشته باشیم، برادری با هم داشته باشیم. باید و جنگ ده حل لاره نه ده. من باید جنگ اسکل انتخاب نکو او جنگ اسکل نسکوس دی او مشکل حل سی او جنگ سره مکمل د شیطان وسوسه ده. او کله من دې سره مخامخ کیږو یا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم راویو نه موږ باید خپل جنگ کو نه بل څوک جنگ ته پریدو. او کلوې دې وړکی دي ځوان دي سپنګری ټول ته نصیحت وکړو سرور دا که حل نه ده. موږ دې څخه باید لاس واخلو. جنگ هیچ وقت راه حل بوده نمیتونه. همیشه ما باید از خودگذاری داشته باشیم. و وقتی که ما با هم یک دست باشیم و امی برادر همدیگه باشیم، امی کشور ما پیشرفت میکنه. و نظر من از برادرای عزیز که تا میتونین حوصله داشته باشین، از خودگذاری بکنین و تا که میتونین از یکی دیگه ما، از برادرای ما، از خواهرای ما و از فامیل ما و از هر و هموطن ما تا که میتونین حمایت کنین. یکی از بهترین راه برای پیشرفت ماست. ما اینجا شدیم به خاطر از اینکه با هم کار بکنیم، با هم درس بخونیم و با هم آینده وطن خود بسازیم. و همه ما شاهد عزیز هستیم که چندین سال میشه که ما به خاطر قوم پرستی در وطن ما همیشه جنگ است و کشورهای دیگه در خاک ما تجاوز میکنن. و حدیث هم هست که مسلمان برادر مسلمان است. ما هیچ وقت باید کدام برادر مسلمان خود دعوای جنجال نکنیم. ما مسلمان ها یک برادر هستیم. باید یکی دیگه خود را دوست داشته باشیم، نه باید امر یکی دیگه خود خیر نباشیم. باید احترام یکی دیگه خود داشته باشیم. تا یو ورځ یو دوه درې نفره تیر سول، نه هغه کوم سره جنګ وسره کو خبر تر اوسه پر ورسېده. کوي چې هغه انسان خپل ځان له لاسه ورکړ، کوي چې زخمی سي یا کوي چې امیش د پر معیوب سي ولې بسول ولې سسو به خبر عین هغه سره ولې ته ورسېده په ما جوړ کی خبره باندې نو اس کله دا کار ونه کو مننه. و در اخیر امین نشست ما به این نتیجه میرسیم که هیچ وقت جنجال راه حل نمی باشه. ما نباید همیشه وقت از خشونت استفاده کنیم. باید از همیشه وقت درک داشته باشیم که کدام راه حل است که همین موضوع را از ما دور کرده میتونه. ما همیشه به این فکر باشیم و نظریات تمامتان قابل قدر است. تشکر از تمامتان. حسن نظرتان است. خدا.